خونه امام علی رحمان با من پدرش هم میشناسم مادرش هم بچه‌هاش رستم هم میدونم اینستروکتور ریکام بود امام علی خونهش خیلی دنگره بود انا رحمت جوری بریختم برای اومدم یکم جدی سودا میبره ازبک بود مدیری معروف بود مرغلانی فامیلش احمد علی بعد جای وای با دیگر بود 4 وزیر کتی امرو کار کرد یک وزیرمان فولادوف طاهر فولادوف سمرقندی دویم وزیرمان یوسف بیکوف از فامیل سوم وزیرمان دادابایف رئوف دادابایف چهارم وزیرمان سلطان عبدالشکر بعد رشیدوف شدن دوله رشیدوف مادرم قزیده قاطیده یکداره شدن سال 87 برای مادرم شده بعد مانده رفتن